در روسیه در دادگاه دوم حربی غربی مرافعه پرونده پرسر و صدای زوده تاجیکستان و یکی از امیرهای دویش تاجدین نظروف معروف به لقب ابو اسامه النورکی ادامه دارد. او را در روسیه در 23 جنایت مربوط به تروریسم از جمله به قصد انجام حمله های تروریستی در نزد کرمل و در نزد بنای FSB عیبدار میکنند. خبرگزاری های روسی تاس و اینترفاکس خبر دادند که عیبدار کننده دولتی روز 16 ایون از دادگاه برای تاجدین نظروف حکم زندان عمرباد طلب کرده است. تاجدین نظروف زاده شهر انرژتیک های تاجیکستان نورک سال 2019 در سوریه دستگیر و سال 2020 از آنجا به روسیه استرداد گردید. در روسیه او را به تهیه چندین عمل تروریستی و همچنین به جلب دهها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک به صف داعش و بردن آنها برای جنگ به سوریه و عراق عیبدار می شود. ابو اسامه النورکی در دادگاه اتهامات به ضدش اعلان شده را قسما به گردن گرفته است. مقامات امنیتی تاجیکستان نیز ابو اسامه النورکی را یکی از خطرناکترین اعضای داعش مینامند و میگویند که او بیش از 100 زاده تاجیکستان را به دام داعش افکنده به سوریه و عراق برده است. در تاجیکستان تاجدین نظروف را همچنین یکی از طراحان حمله تروریستی ماه ایول سال 2019 در دنقره که در آن 4 سیاح خارجی کشته شد میدانند، ولی معلوم نیست که آیا تاجیکستان استرداد نظروف را از روسیه طلب خواهد کرد تا او را در وطنش نیز به دادگاه بکشانند. بر اساس مواد پروندهش تاجدین نظروف با مقصد نائل شدن به قطع عملیات حربی روسیه در سوریه چندین حمله های تروریستی را در قلمرو روسیه تشکیل کرده است. عیبدار کننده در دادگاه گفت او توسط مسنجر در مسکو یک گروه تروریستی را تشکیل کرده سال 2017 میبایست در نزد اداره FSB، ماموریت پرزیدنت روسیه و وزارت مدافع این کشور حمله های خونین تروریستی انجام میداد. بنا به فرضیه تفتیشات نظروف هنوز سال 2014 به داعش پیوسته به سوریه رفته است و سال 2017 با لقب ابو اسامه النورکی به مقام امیر یعنی یکی از رهبران این سازمان تروریستی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در روسیه و تاجیکستان ممنوع رسیده است. تفتیشات میگوید تاجدین نظروف سال 2016 در نوسیبیرسک گروه تروریستی را تشکیل و تمرین داد که ماه اوگوست همان سال در این شهر روسیه ترکش انجام دادند، ولی خوشبختانه کسی در این حمله کشته نشد. همین طور نظروف تشکیل کننده ترکش در یک مارشروت که در ناحیه لیوبرسی ولایت مسکو دانسته می شود آن ترکش عملی نشد چون که مسافران مواد ترکنده را پیدا کردند و به مقامات خبر دادند. ماه ایول سال 2017 باشد نظروف در یک استخوانه در پتربورگ برای ترکاندن ایستگاه راه آهن به اجرا کنندگان سلاح و مواد ترکنده داده است، ولی این حمله نیز عملی نشد چون که اجرا کنندگانش را دستگیر کردند. ولی حمله اسم پرسر و صدای تشکیل کرده او سال 2017 بود که مرگ طلبان میبایست در نزد اداره FSB، در نزدیکی کرمل و در نزد وزارت عدلیه روسیه ترکش انجام میدادند. این نقشه نظروف نیز اجرا نشد و آدمانش دستگیر شدند، اما او موفق شده بود با جلب یک مهاجر از سمرقند در سوئیسیا حمله تروریستی پرقربانی انجام دهد.